در ولایت ختلان مقامات تشبث نوی را برای آگاهی یافتن از حضور و شرایط بود و باش ساکنان در شهر و مناطق روسیه راه اندازی کردند. مقامات میگویند که 90% جوانهای تاجیکی که به صف گروه‌های افراطی در عراق و سوریه پیوستند محض از روسیه به آن کشورها سفر کردند. حالا گروه ویژه کاری خانه به خانه گشته و با اجازه در حضور والدان به فرزندان مهاجرشان صحبت میکنند. دلفروز محمد علی و معاون رئیس ناحیه عاید به مسائل ایدئولوژی در ناحیه باختر در صحبت به رادیو آزادی گفت که چیز با او خاطره که امروز جوانان نیمو به نظارت نمونند. برای برنامه از هر گونه خطر و خطرها امین نگاه داشتن نسل نوت و جوانهای معین. عبدالجبار قربانov رئیس جماعت باختریان ناحیه باختر گفت که با دستور کمیته امنیت ملی آنها خانه به خانه گشته تلفن‌های مهاجران را ثبت کرده و با آنها صحبت انجام دادند. پروژه امنیت آمده که تمام همون مهاجرین میدادی کدام شهرده نمره تلفنش میگیرن یا برای پرایورکا کردن که رسیده میگن نمره تلفنش تلفنش میگیرن که پرایورکا میکنن کد رسیه که برای من میگه در کد رسیه. مقامات انتظامی میگویند شماره عمومی جوانان ناحیه باختر که به دولت اسلامی پیوستند از روی حساب‌های 2 سال پیش به 28 نفر میرسید. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان وجود چنین سنجش‌ها خانه به خانه مهاجران را به رادیو آزادی تصدیق کرد. با گفته این مسئول که نخواست نامش برده شود از ساکنان این ناحیه 4 نفر در سوریه قرار داشتند. اسلام الدین یک مهاجر کاری تاجیک از شهر چلیابینسکی در صحبت به رادیو آزادی گفت که درباره کار و زندگیش به نمایندگان مقامات نقل کرده است. یک هفته پیش فون مکالمه گفتن که امتا سماچی ما نمره تلفن همتا گرفتن کراچی میگن همین نمره تلفن تو گوش میکنن مقصد که بگجو علاقه دارن باقی گپ میزنن چیکار میکنن گپا میگه گوش میکنن چیکار میکنن طریقا. دولت بی مادر 3 جوان مهاجر است که میگوید اخیراً در حضور نمایندگان مقامات با پسرش صحبت کرده و رقم‌های آنها را به مقامات داده است. میذاره کشلو قیمتی هم مرا نامتنی بچهای رستیگی را سر نگیره برای که مقصد اگه شهرها همون شما رفته باشن که مقصد همون رستیه هستن نفر نکنن گفته